توجیکستان سر هر سنگ تو بر من وطن است، برای هر بوته خاری تو برایم چمن است. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 دیوتی جورا رحمانوف در وقت تعطیل به گذراندن محفل‌های گوناگون مشغول می‌شوند. شاگردان میان خود محفل سخنوری را دایر ساختند که ضمن آن از ایجادیات شاعران نویسندگان معروف شعر و برآمدهای بلند مضمون قرائت کرده شد. هزاران شکر حق من خلق، زبان دارم وطن دارم، ذکربازی ستون و سان اگر میرم کفن دارم. شعر ابراهیم رحمت. زبان مادر چیسان عزیز است، بسال عزیز است زبان مادر، ز شیره جان گرفته جوهر، دردانه ریز است از تیغ تیز است زبان برا زبان مادر. در عرصه کار تو هم صدایی هم به بهایی، زبان کاری جاذبه داری، غیرت و ذوقم تو کردی بسیار، زور و توانا زبان مادر. چو شعری رودکی زیباست، چو موسیقی فرح افزاست، در عالم از همه شیرین زبانی مادری ایماست. زبانی نظم و پرحکمت، زبانی دولت و ملت، زی اجدادان برای ما بود آن بهتر از ثروت. وطن سرودی عشق تو ز قلب من صدا کند. باید گفت که در تعلیمگاه مذکور جهت آموزش زبان دولتی توجه خاصه ظاهر می‌گردد. همین است که خوانندگان با چنین محفل‌ها بیشتر جلب می‌شوند. رهبریت تعلیمگاه با مقصد رشد زباندانی خوانندگان امکانات‌های گوناگون را فراهم آورده است. در مؤسسه نیز تحصیل پورا با زبان دولتی براه مانده شده است. تمام چاره‌بینی‌هایی که در مؤسسه گذرانده می‌شود با زبان دولتی. در بین آموزگاران ما از روی نقشه چاره‌بینی‌های مؤسسه آموزش زبان دولتی را براه ماندیم. در مؤسسه تمام حجت‌نگاری با زبان دولتی می باشد و مجلس ها، جماعت ها همش با زبان دولتی گذرانیده می شود. قابل تذکر است که ضمن برگزاری محفل سخنوری خوانندگان رقص و ترانه‌خوانی کردند. البته دنیای معنوی ملت فرهنگ‌آفر ما را در هر دور و زمان شخصیت‌های فرزانه چون ستاره‌های پرجلو و تابناک با نور خیرد و اندیشه خود منور کردند. آثار بنیادگذار ادبیات تاجیک و فارس استاد ابوعبدالله رودکی برای امروز ملت ما اهمیت و ارزش خاص کسب می‌کند. از این رو در این چاره‌بینی بیشتر شعرهای استاد رودکی نیز قرائت کرده شدند. نکته دیگری قابل ذکر آن است که در این تعلیمگاه نه فقط جهت رشد زبان‌آموزی معاصرین بلکه در سمت رشد دانش زبان‌آموزی استادان هم توجه خاصه داده می شود. هر هفته بین آموزگاران درس‌های سیاسی گذرانده شده، همچنین وابسته به طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان نیز موضوعهای علاهیده فهمانیده داده می شود.